میخوام در مورد ماساژ بینی بعد از عمل جراحی توضیح بدم. بعد از عمل چون پوست حالا بلند میشه از روی بینی در هنگام عمل، تا اینکه این پوست دوباره روی بینی بخوابه و فرم بینی در واقع فرم نهاییشو بگیره، یک کمی تایم میبره و زمان میبره. به صورت روتین توصیه میشه به بیماران این ماساژی رو بدن به بینیشون. توصیه من اینه که سر بینیشون رو نگه دارن، از قسمت یه خورده بالاتر از سر بینی شروع میکنن، قسمت پشت بینی که دوستان حالت خط کنتور هم بیفته شروع میکنن ماساژ دادن به سمت بالا. هیچ وقت به سمت پایین ماساژ نمیدیم، از سر بینی به سمت بالا. و بعد این ماساژ رو به سمت گونه ها، یعنی پوست رو به سمت گونه ها ماساژ میدیم. در واقع اون مایع زیر جلدی پخش میشه، میره به سمت گونه ها و زودتر جذب میشه و فرم بینی و پوست بینی زودتر میخوابه روی بینی و فرم بینی بهتر زودتر مشخص میشه.